درود به همه دوستای خوبم. امروز هوا خیلی قشنگ بود، البته ابریه ولی بارون اومده بود. بعد من یه مقداری پای برهنه روی این بارونا راه رفتم، روی علفا راه رفتم، بخاطر اینکه علفی که تازه بارون خورده وقتی که پا برهنه روش راه میرید خیلی خوبه، انرژی منفی رو از بدنتون خارج میکنه. میخواستم امروز در مورد یه چیز خیلی کوچولوی ویدیوی خیلی کوتاه براتون بذارم و اون همین که یکی از دوستای عزیزم در اینستاگرام پرسیده بودش که خب اگه بیزینس تو انقدر خوبه و خوب ازش پول در میاری پس چرا انقدر در موردش تبلیغ میکنیم؟ ببینید، شما خیلی از فرانچایزهای بزرگ رو در نظر بگیرید، مثلا والمارت، مثل کاسکو، مثل مکدونالد، مثل تیم هورتون، مثل خیلی از فرانچایزهای دیگه. ببینید اینا شرکت‌های میلیاردری هستن، یعنی چه تبلیغ بکنن چه تبلیغ نکنن هر روز مشتریاشون دارن و فروششون هم دارن. اینها بیزینس‌هایی هستن که به ندرت میشه گفتش که مثلا ممکنه حتی ورشکسته بشن. ولی شما اگر نگاه بکنید هر روز که شما پاتون رو میذارید تو استارباکس یا مثلا مکدونالد، اونا تبلیغ جدید دارن و خب این اصلا معنیش این نیستش که اونا اصلا فروش ندارن. نه، ببینید موفقیت شرکت‌های بزرگ و بیزینس‌های بزرگ در تبلیغشونه. خب کار منم دقیقاً همینه. من بیزینسی که دارم باید در موردش تبلیغ بکنم که بتونم مشتری جذب بکنم. مثلا میمونه که شما وارد یه مغازه شدید و این بیزینس من برای شما حالت یک مغازه و یک فرانچایز رو داره. بنابراین اگر که من تبلیغ موفقی داشته باشم بیزینس هم موفقه.